درنو لیدونکو موږ د همدې نندارتون په یوه برخه کې شرکت تولیدي مواد غذایي خندا غرفې ته راغلي یو. نو له دوی سره خبرې کوو چې د دوی دا کوم آیسکریم چې دی دا چیرته تولیدیږي، څنګه تولیدیږي، یوازې په کابل کې د دې څانګې لري او که په نورو ولایتو کې هم څانګې لري. مهربانی شما برای بیننده ما در مورد محصولات خویش معلومات بدهید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام خدمت شما و از طریق رسانیتان به تمام هموطنان عزیزم. اسما شریفی هستم، مسئول شرکت تولید آیسکریم قلفی و مواد غذایی خنده. سال 1400 فعالیت ما را آغاز کردیم و فعلا هم کار ما را به موفقیت انجام میدیم. البته یک شرکت تولیدی داریم که مسئولش خودم هستم که بقیه اوناس کار میکنن. ما در ناحیه 17 سرکوتل خیرخانه موقع داریم و همچنان سمت شمال 3 ولایت ما مسئولات داریم، شهر کابل، و کوشش داریم که داینده ما تمام ولایت را کور کنیم. بسیار خوب. مسئول شرکت خود شما هستین؟ بله مسئول شرکت خودم هستم. برای بیننده ما بگویید که در افغانستان برای زنان محدودیت ها زیاد است. شما چطور تانستین که یک شرکت جور کنین؟ خب در کل محدودیت ها خب فعلا از بر خانم ها، اما خانمایی که بخواین کار کنن مشکل نداره. خانم ها میتونن که کار کنن، اما تحت شرایط امارات میتونن کار کنن، هیچ کدام مشکل نیست. از طرف دولت هم حمایت میشن. در مورد نام از شرکت ما برای ما بگین. بسیار یک نام خوب برایش انتخاب کردین، نام خنده، نه؟ بله. یه نام خودتان انتخاب کردین یا مشورای دوستای نام انتخاب شده؟ نام خود ما انتخاب کردیم. همین نام علاقمند بودم، همین نام انتخاب کردیم به نام خنده. خب بسیار خوب. نمایندگی تان در کابل است، دیگه ولایت هم نمایندگی داریم؟ در کابل است، ولایت پنجشیر و غوربند و کابل است فعلا، و کوشش میکنیم که در سال جاری ما چندین ولایت دیگر هم کور کنیم، محصولات خود برسانیم. بسیار خوب. و چند تن امرای شما مصروف است در شرکت؟ فعلا تعداد 70-80 نفر امرای ما مصروف هستند که بخش تولید ما خانما می باشد و بخش فروشندگی ما آقایان است. کسی که بخواهد در شرکت شما به حیث یک فروشنده امرای شما کار کنه، برای از او بس شما فیصدی میتین، معاش میتین، چی امتیاز برایشان میتین؟ فروشنده ما کارشان فیصدی است. قبلا معاش میدادیم، اما نظر به موافقه خود کارمندای ما برشان ما آیسکریم ده فروش تا 50 فروش داریم، فیصدی برشان میدیم که در هر آیسکریم فیصدی میدیم و کارمندای ما هم رضایت دارند. برای هموطنان ما چه پیام دارین، یا او زنایی که سرپرست خانه ندارن و برای کسی دیگه محتاج است، برای از او پیامتان چی است که مثل شما یک کار جور کنند تا از احتیاج دیگران خلاص شود؟ تشکر، سلامت باشین. پیام ما به تمام هموطنای می است که از محصولات داخلی کشور خود حمایت کنند تا که اقتصاد ما رشد کنه و همچنان خانم‌ها میتونن کار کنن، زحمت بکشن. اگر مثبت فکر کنن انشالله که نتیجه کارشان هم مثبت میشه. خانم‌ها باید مستقل باشن، دوش فامیل خود و جامعه خود باید کار کنن. امارات اسلامی در بخش شما که کدام تولید میکنین، در بخش برای شما کدام همکاری کرده یا نه؟ همکاری خاص نکردن. البته در ایسه صادر جواز بعض کارهای رسمی که ما انجام دادیم همراه ما همکاری کردن. برای ما جواز کاری دارن، هیچ کدام ممانعت نکردن و ما رضایت داریم از دولت خود. فعلا ما کار خود آزادانه پیش میبریم. بسیار تشکر از شما. تشکر از شما.